استاد عزیز از چی میترسی؟ از هیچ. چرا بترسم؟ خاطر چی بترسم؟ بعض انسان‌ها یک فوبیا یک چیز دارن، مثلا یکی از آب میترسه، یکی از بلندی میترسه، یکی از این چیز نمیترسه. انسان یک مرتبه به دنیا میاد، دفعه از دنیا میره. نگهبان من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. حافظ ملول مباش که الله اکبر است. حافظ ملول مباش که الله اکبر است. دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تر است. چرا بترسیم؟ وقتی چنین ذاتی داریم که به او اعتقاد داریم، باور داریم، توکل داریم که برگی از درخت نمیفته مگر اینکه به اذن اراده. چرا باید بترسیم؟ میگن که نه سیر بخور نه از بوی سیر بترس. ولا یخافون لومة لائم. از ملامت ما هیچ ملامتگری هم نمیترسیم. پیشتر گفتی از بعضی کامنت های منفی هنوز خوش میشه. همین که طرف جرأت میکنه میاد نظر خود رو بیان میکنه، برای ما قابل قبول است، قابل قدر است. ایت کسی بیاد زیاد، کسی بیاد پیام کرده، دو داده، قهر کرده، بسیار چتیات گفته، به او زنگ زدم، بسیار لب خنده، بسیار طوری با او صحبت کردن که اصلا خودش زده زیر گریه که ما ببخش که ما بالاخره بخشیده میداره، فقیرش گفتی نیست.